سلام علیکم دوستان عزیز، غنچه هستم. به پیج من خوش اومدی، در خدمت شما. دوستان عزیز، من خواستم امروز یه استیک آلمانی آماده کنم که با سسش که قارچ بود و سیب زمینی ها پس شده بود. من سسش رو نخواستم آماده کنم، خواستم با چیپس آماده کنم و سس قرمز. فیله ها رو از وسط برش میزنید، گوشتکوب نداشتیم مثل من با لیوان میکوبید. بعد دیگه آرد سوخاری، آرد سفید، 4 عدد تخم مرغ ریختم، فلفل قرمز، ادویه مخلوط، نمک، سیر، دیگه پودر گشنیج، اینا رو همه رو ریختم به تخم مرغ، مخلوط کردم، فیله ها رو زدم تو تخم مرغ، بعد تو آرد سفید، بعد تو آرد سوخاری. یک فیله خیلی خوشمزه انداختم تو روغن، اومده بود که دیگه نگو، اصلا بهتون نگم چقدر این فیله ها خوشمزه بود. یه استیک آلمانی که در دهنت میذاشتی آب میشد، از بس خوشمزه بود. دوست عزیز، شما هم میتونید درست کنید، خیلی راحته. یه روز دیگه که فرصت داشتم با سسش درست میکنم. بای.